پدر هند شناسی کیست؟ آجای ساواج، خیر راجا کاپور، خیر آنا آنتون، تیپو مینو، هانا سپا. اینا کیه؟ اینا پدر هندی بودن. یعنی تو 1,370,000,000 نفر هندی میشناسی؟ اونایی که پدر شدن میشناسم، مجرداش هنوز نمیشناسم متاسفم. نفر مورد نظر ما یک دانشمند ایرانی است. ایرانیه؟ بله. آقا من چه بکنم با همه اسم هندی که الان حفظ کردم؟ مدری دشمن ہے میرا، مدری دشمن ہے میرا. منم شیک کردین. جواب مد نظر من یعنی اسم این دانشمند ایرانی یکی از سبزیجات معطره. ابو کی؟ ابو شنبلیله. ابو گشنیز. ابو تربچه. یا صاحب صبر آقایان، خواهش میکنم به مغز نداشتم فشار بیارید، به گلوی پاره من فکر کنید. ابو تربچه پدری شما 5 پسر و 4 دختر. شما چند عمو و چند عمه دارید؟ من 7 تا عمه به دارم. سوال دقت بفرمایید. من 8 تا عمه دارم، ولی یکیش عمرش داد به شما، این بود عرض کردم 7 عمه دارم. دوستان توجه بفرمایید که سوال هوشه. 4 عمو. احسنت. پنجمی چی شد؟ دوست شد، خلافکار شد، با بزرگم آغش کرد، اسمش از تو شناسنامه خط زد بیچاره. بیداد الان چه کار میکنن؟ 5 سالی زندان بود، همونجا مرد. 4 عموی ایشان به عنوان بخشی از جواب پذیرفته میشه. حالا بفرمایید شما چند تا عمه دارید؟ آقا من هیچی نمیگم، تو گیر دادی ها. چه موقع عمه ماهی میپرسی چند تا عمه دارین چند تا عمه دارین؟ آقا من چه کار دارم؟ من فقط سوال پرسیدم. جوابی بزرگواره بده، اسم گذاشتی رو عمش. چه اسمی؟ مرد حسابی برشه با آبرو مردم داری بازی میکنی؟ به جان خودت قسم اگر این اسم رو عمه من نمیذاشم اینجا زنده بیرون بره لطه پارش میکردم. منم همینطور.